کسی که پادشاه هستی، تو کسی که وزیر هستی، تو کسی که ثروتمند هستی، تو کسی که زیبا هستی، تو کسی که با ماشین خود، با ثروت خود، با پادشاهی خود، با وزیریت خود مینازی، این را بدان همین کفن است آخرش. هیچ چیزی با خود نمیبری، نه بدیگار دست که با تو برود، نه پول است که با تو برود، نه خانه است، نه زندگی است. تو هستی با همین کفن است. اگر عمل خوب داشته باشی که قبرت برایت بهشت می شود، اگر عمل بد داشته باشی همون دوزخ جایت است. ای انسان از کبر و غرور دوری کن، جایگاه همه ما همین کفن است.